به نام خدا. معرفی یک دستگاه ویلایی سنتی با متراژ زمین 1470 متر مربع. این ویلایی دارای سند تک‌بند و امتیاز آب، برق و گاز میباشد. ملک مورد نظر هم دارای چاه آب روستایی، هم دارای امتیاز آب شهری است. با توجه به چشم‌انداز و ویو ابدی این ملک، مناسب امور گردشگری و تفریحی هم است. این ملک در مسیر شهرستان فومن به قلعه رودخان و در مسیر کوهپایه‌ای واقع شده. با توجه به سازه محکم و مستحکم این ملک که از چوب و گل استفاده شده، قابلیت بازسازی رو هم داره. شماره تماسی که در زیر آگهی اشاره شده 24